تمام روش‌های قدیمی از سری نویسی گرفته و چندزلی‌های منتظم محیطی و محاطی برای محاسبه عدد پی به طور کلی غلط است. هیچ روش پسندیده‌ای نبوده. من با چند صد دایره‌ای که ساختم شاید در حدود 1000 تا شد، ساختم و محیطش رو با قطرش سنجیدم، اندازه گرفتم، هرگز به این عدد 3.14 نرسیدم. آنچه دیدم بالاتر از 3.15 بود. روشی برای محاسبه اون کمک شدم، حمایت شدم، خداوند عنایت فرمود و رسیدم به این که دقیقاً 3.15 خورده‌ایه. قاطع میگویم، بدون هیچ گونه شک و تردیدی میگویم که محیط دایره قطرش نسبت به همدیگر 3.15 خواهد بود. 3.15 47 538 و الی آخر. این است که ریاضیدانانی که در جهالت خودشون سماجت میکنن، این سماجت بی ارزش است. عقل را حاکم کنند، علم را طالب باشند. این مزخرفاتی که سری می نویسند و بعد اتوکد درست میکنن و بعد مطلب میسازند، نرم افزار میسازند، همه باطل است، همه پوسیده است، همه به درد نخور است، همه اغوا کننده و اغفال کننده است. علم را بیاموزید و بخواهید طالب علم باشید، از علم فرار نکنید. علم با ارزش است، علم بسیار بسیار با ارزش است.